نام است نصرالله، شهرتم است پیک. خب ما از یکی همیشه با صدای مردم، با تصویر مردم بودیم و به عنوان یک خبرنگار، به عنوان تصویرگر لحظه های زندگی مردم و همیشه در هر واقعی که پیش می آمد، هر اتفاقی که می افتاد، هر حادثه ای که می بود، پیش از پیش نمی فهمیدی که چی میشه. اما شرایط جنگی، یک روز بسیار آرامش بود، هر روز هر وقت ما کامره همراه ما بود، می رفتیم لحظه های زندگی مردم، بخصوص در شهر کابل جنگ بسیار شدید بود، زندگی مردم را فلج کرده بود. یکی از روزهایی که صلح شده بود، می گفتن امروز آرامش است، صلح است، مردم برآمده بودن در بازار و ما به خاطر این لحظه ها آرامش مردم را تصویر کنیم رفته بودیم در منطقه به نام دشت برچی، در پشت بام بودیم و از اونجا صحنه ها را تصویر میکردیم و همینطور در دل سرک آمدیم و ناگهان آوان آمد، مزایل آمد، انفجار بسیار وحشتناک، مردم پراکنده شد. اون نقطه بسیار حساس بود، ما صحنه ها را ثبت میکردم، جوی خونجاری بود، هر کسی که در دل سرک افتیده بود، به خصوص یک بچه در حدود 13-14 سال یا 15 سال بیشتر نداشت که دست فروشی میکرد در کنار سرک، تبنگش در دریش مانده بود، اما چره در سینه‌اش خورده بود و از پشتش جگرش برآمده بود و جگرش هم در اون طرف میدیدیم تکان تکان میخورد و این لحظه ثبت کردنش ما بی وقفه ما ثبت میکردم، به خاطر زیرو میفهمیدم که امکان داره لحظه آبان دیگه به ما هم زنده نباشم. ولی این قصه های مردم ما، این قصه های زندگی، این لحظه های بسیار خونین یک مردم، یک کشور در تاریخ بمونه برای بچه ها.